سلام بچه‌ها، خوش اومدید به یه ویدیو جدید از کانال امین تیمنی. تو این ویدیو فقط می‌خواستم یه چند تا خبر بهتون بدم. چقدر بیرون میاد نگاه میکنم آدم معذب میشه. فقط می‌خواستم تو این ویدیو بهتون بگم که امروز که اومدم یکم تمرین کردم، یه ایده‌ای به ذهنم رسید که یه کانال یوتیوب جدید بزنم. شاید اصلا واسهتون اهمیتی نداشته باشه. اول که حالا که برگشتم، همین کانالی که دارم با 30,000 سابسکرایب اصلا بازدید نداره. مثلا ویدیو اولم به زور 400 تا بازدید خورد، ویدیو دوم به زور 100 تا بازدید خورد، اصلا بازدیدی ندارم. ولی با این وجود مثلا این بار نمیخوام تسلیم بشم، میخوام ادامه بدم و تا جایی که بتونم دلم میخواد مثلا برم جلو. یعنی اگه شده روزی یه ویدیو میذارم. آدم خاصی نیستم که مثلا دلتون بخواد مثلا تمام ویدیومو دنبال کنین، مجبور نیستیم، ولی خب خوشحال میشم اگه دنبال کنین. در مورد این کانال جدید بهتون بگم که یک کاناله که توش انگلیسی حرف میزنم. انگلیسیم افتضاحه، بیایم کلی میخندین، به لهجه بدم، به بلد نبودنم، به منمن کردنم، به همش میخندین. اگر مثلا از مثلا تمریناتم خوشتون نیاد، از انگلیسی حرف زدنم خوشتون میاد، کلی میخندین. برای من خوشحال میشم اگه اون کانالمو سابسکرایب کنین، ویدیو رو نگاه کنین. خودم که مثلا فکر میکنم میذاره خندم میگیره، خجالت میکشم، مثلا اصلا سخته برام بخوام انگلیسی حرف بزنم. من اصلا انگلیسیم افتضاحه، ولی با این وجود میخوام تلاشمو بکنم، میخوام مثلا به انگلیسی ادامه بدم. یعنی که این کانال آپلود میکنم، تو این کانال هم ویدیو میذارم، ولی میخوام اونجا هم بذارم. یعنی برگشتم که تمام فوکوسمو بذارم توی یوتیوب دیگه، چون واقعا یوتیوب دوست دارم و دلم براش تنگ شده دیگه. اگه میتونین لطفا این کانال هم سابسکرایب کنین، اون ویدیو رو هم لینکش زیر میذارم، نگاه کنین، کانال رو سابسکرایب کنین و اینکه دیگه عاشقتونم. مرسی همینایی که مثلا توی این کانال تا الان بودین و کلی کامنت‌های قشنگ دارین واسم میذارین، خیلی واسم ارزشمنده. دستتون درد نکنه، هم توی این کانال هم تو اون کانال. میبینمتون جفتش، لطفا سابسکرایب کنین. یه سابسکرایب کردن رایگانه، ولی خب واسه به من کلی امید میده که با انرژی ادامه بدم دیگه. یه فیگور رو براتون بگیرم. قبل اینکه پیس اوت بگم، بذارین یه چیز دیگه بهتون بگم. اگه این کانالام خوب بازدید بخوره، مثلا به یه جایی برسم، شاید بتونم برم مثلا با مثلا معروفای افغانستان مثلا برم باشون فیلم درست کنم، مثلا با علی و علی بلال، با همه در کل، مثلا اگه بشه دیگه. ولی خب ببینیم چی میشه دیگه. پیس اوت.